بس من بور ما است ختم کرنا واستعین در آخر زمان مگر واستعینوا بالصبر والصلاة. در ازی پیچیده حالت، در ازی که ما باید عاقبت بخیر شدیم، در ازی مشکل حالت که جامعه گرفتار شده، که هول سوسایتی که سمو گرفتار شده، واستعینوا بالصبر والصلاة. باید از صبر و صلاة که سمو کمک بخیر. عجیب واقعا علم خمان گفتیم الصبر چطور کمک میشه؟ الصبر چیه؟ صبر اینه که کس فوت کرده خانه چی بر بگی که خدایا تو صبر ده. از بس که بعضی آدمی کس خانه چی فوت مونه و سر گلیم چارشته مونه خدا صبر بده صبر بده بس ہے چقدر تو میگی صبر کن. صبر هم دقیق معنی چیه؟ که صبر اینجا مربوط به خود انسان، یعنی این رب داره که خود انسان کنیکت که خود انسان، یعنی خدایا میگه تو باید خود تو مستحکم شدی، خود تو استقامت کنی در مقابل مشکلات اجتماعی. استقامت یعنی چی؟ آیا ما 100 متر ملموس کی استقامت یعنی مگر نه فرد خانه میں فوت کرد زیاد زجه نکش، اسراف، خدا حافظ، خود کو بیحال نکن، از بین نبر، زندگی کو ادامه بدی، زندگی کو جاری کن. این مگر استقامت در مقابل گناه مگر واستعینوا بالصبر. گناه مت روک، انجام ندی، گناه را انجام ندی. در مسائل سیاسی مقابل صبر یعنی استادگی، در مقابل تهاجم فرهنگی یعنی وارد شدن به صحنه، وارد شدن به مثلا اجتماع. دنیای سوشل میڈیا درسته بیدی روز یک پست و ماستران تو خاطر باز خاطرات میدی یک حدیث کو در روز مومی خواهش مست التجا از مستثنا دیا یک حدیث پیدا کن روز یک حدیث بیال کو آرتفیشل انٹیلیجنس اے آئی منتر آرڈر نہ دینے تھی بگیار میں یک حدیث را مطابق خوب بیک گراؤنڈ برای ما جور کو و امی برای ما پوسٹر جور کو، یک بینر جور کو، یک فوٹوی جور کو، ایمیج جور کو بیدیش لازم نہیں صرف گرافکس و فوٹوشاپ و فلان فلان کرنا. بید یک روز یک جمله علم استقامت استعینوا بالصبر اینیه. ها یک دفعه تو در عالم فتنه های آخر زمان قرار داری مدد خود کمک هم یعنی کار هم کردی، زحمت هم کشیدی. قرآن هم تو مگه لیس للانسان الا ما سعی، برای انسان ها فقط یہ کہ سعی و کوشش کنه، هارد ورک کنه. لیکن بعض اوقات نمیتونه انسان، بعض هم زمینگیر میشه. یک فرد از خانه انسان رفته، بعض انسان زمینگیره. اینجی مگه تو خود تو زحمت کشیدی، خدا رو چی کرد؟ آل یاری ازمایه. اونجی چیه؟ 2 رکعت نماز. اونجی البته صلات بمعنی فقط نماز هیچ نیه که تو بگی نماز، یعنی تو رجوع کو بیازو خدایا تو کمک بکن. و در آخر زمان برادری من اولادها، جوانها، نسلها ای جوانمو گفتم اینها در دام شیطان قرار میگیرن، در دام شیطان. والدین دیگه هیچ کار نمیکنن چون واقعا سخت تربیت موقع اصول چم خبره ده که کد جوانای کو کد اولادای شو تربیت کنی، نه شو تربیت کنی. فقط یک کار میکنی سر به سجود چو دعا روایت انجا که در آخر زمان برای اولادهای دعا کنی، چون اینا بسیار زود دهی مسئله گرفتار میشه.